نگه فقط جاده بیم. فقط حرف نزنن مورد کدوم باید بزنم؟ زدم الان ها داره میگیره. بعد جا اون استوپ هست. نگاه پایینیشه بزن. حالا در وقت صدا نباش درست کنم ها. قشنگی او میری به یه منطقه بازی میرسی.
گفتم اکرم در بیار. گفت ولوو این آخر ماشینه، اینو بعد بگی برگام ریخت، نه که محمد رضا با یک ماشین آشغال. نگاه کن محمد رضا، بعد جا میگم این استوب کن. خب پایینیه عکس دوتا خط نگه دار دیگه تو جاده. صحبت کنیم ایراد نداره. نه ایراد نداره. داریم میریم یه روز تفرید، یه روز داریم میریم مجید تو این جاده میریم تفرید. چه ایرادی داره صحبت کنیم؟ بالا رو حسین نگاه کن. خوراک ضبط نمیاد صورته. اصلا رودخانه آب نداره. واسه دنبالان حسین نگاه اینجا باشه. خوراک خاکش همونجوری. نه باشه. وگرنه بگم زیر جمعه اصلا جمشید اگه منو بود اگه اونجا آنون بلند داره اینجا بره نگاه حسین خاکاش نگاه باید بیای. فیلم خودم مارش نگاه کن اینجا کاش میگم باید دستمایه مثلا یه چی میگم بکو کمر بزن و بعد پوشی بزن تا از خودت روی نه تو دستمایه بزن مسر میادن الان مثال دیگه میگم که بریم ما تا الان بریم ولی باید این پول تا بالا شخ بزنیم که گیر ما بیاد تمام میشه. ولی دارم میگم یه بار دو بار دیگه من با علی برم دیگه نیاز نیست شخ بزنی که برو دیگه. حالا این هفته الان یک دوشنبه به بعد هوا خوبه. خود بالا نکرده بهتر اگر نه اون بیل و تیشه که سر زمین نزدیم اینجا باید تو یه روز بزنیم من و تو کم دیگه 12 ساعت پشت فرمان بهتره که از همین النوده سبقت بگیر نه بابا این تو کل فیلم این جلو آقای مسعودی عجله بادم هیچی نمیدن مامان با این 50 تا که رفتی جای کاتاف نزن